چرا خانم مقدم از ورود ثانیا ناراحت شدن؟ بودین چرا تا الان تو رابطه نرفتی؟ هفته‌ای چند بار پسرتون رو می‌بینیم؟ به نظر داورا ناعادلانه برنده رو انتخاب کردن، باید شیرین اول میشد. چرا شیرین مقدم نسبت به ثانیا انقدر بدجنس؟ سارا جان فکر نمی‌کنی به نظرت پارتی بازی شده نفر اول نباید ثانیا میشد؟ اگه به عقب برگردی دوباره تو زن روز شرکت می‌کنی؟ چرا خانم مقدم با ثانیا بد بود؟ فکر میکنم که بیشتر گارد گرفته بودن و فکر میکردن که شاید ثانیا نباید اول میشد، ولی در کل برنامه جاهایی بود که هر کدوم از داورا بخوان به ناعادلانه به یکی از ماها مثلا نمره کم بدن، نمره رو پایین بیارن و به طور قابل مشهودی پایین بیارن، یا به طور کامل قابل مشهودی به یه سری از کسایی که واقعا استایلی نداشتن بخوان نمره بالا بدن. این در مورد هر سه تا داور صدق میکنه. خیلی معذرت میخوام از هر سه بزرگوار، ولی اینطوری نبود که یکیشون عادل باشه دوتای دیگه ناعادل باشن. اگر بخوایم صحبت از عادلانه بودن بکنیم، نه، هر سه یه موقعی بودش که به یکیمون زیادی نمره به یکی کم. پس در مورد اینجوری نیست فرق بذاریم. سلام به همگی، من و آرشا با هم دیگه اومدیم با هم دیگه غذا خوردیم و دوست داشتم یه سوالی ازش بپرسم و اینو توی یوتیوب هم داشته باشم. این که آرشا جان، مامان آرشا، از این که من میرقصم مامانی و شادم، آره، تو رو ناراحت میکنه که من میرقصم؟ اصلا. دوست داری که مامانت شاده میرقصه؟ آره. قربونت برم. من این باعث شده من تو رو تنهات بذارم؟ نه. روزایی که من و تو هم دیگر رو میبینیم من از تو میزنم مامان؟ نه. قربونت میره مامانت؟ آره. دستم آرشا کشم. آرشا داریم کجا میریم؟ نمیدونم. نمیدونه، در سوخته. آقا آرشا، آقا سیمبا نکش ماما دستم. بیا دیگه. خونه میخوام، من خواستم. باشه دیگه اینترنت ندارم. یواش. باشه ماما نکش، دارم میام. قربونت برم. یواشی. خب ما برگشتیم خونه با آرشا و یکی از بهترین لحظه ها دیدن آرشاست تو خونه و خیلی خوشحالم. این هم آرشا. خب میریم سر سوالا. پرسیده بودین که قد و وزن من چقدره. من قدم 172 هستش، وزنم هم 60. البته تو تابستون یکم فکر میکنم وزنم بیشتر شده بود، فکر کنم به 61 رسیدم، ولی الان به طور مرتب باشگاه دارم میرم، یعنی تازه شروع کردم و مربی گرفتم و ایشالله ببینم وزن دلخواهی که دوست دارم بهش برسم 57 کیلو. تنها زندگی کردن تو کشور غریب سخت نیست. سختی های خودشو داره، خوبی های خودشو داره، ولی من ترکیه رو دوست دارم چون یه کشوریه که به نظرم به رویات من خیلی نزدیکه. صداتو خیلی دوست دارم، خیلی دلنشینی. مرسی عزیزم. جایزه 100,000 لیری شما هر کدوم خیلی بیشتر هزینه کردین، درسته؟ بله، من خودم به شخص 240-250,000 لیری خرج کردم بابت لباسایی که گرفته بودم واسه برنامه. من خیلی دوست دارم بدم چون نیلوفر یهویی از گروهتون جدا شد و رفتارشون طوری شد. میتونم بگم تاثیرات منفی یه سری از آدما خیلی توی نظرش تاثیر داشت و فکرش با من، ولی خب بین همه دوستا سوء تفاهم پیش میاد و در موردش صحبت کردیم و حلش کردیم. عزیزم ازدواج کردین؟ بله، من یه بار ازدواج کردم، جدا شدم، الان 7 ساله. خب سوالی که میتونم الان در حال حاضر تو این شرایط پاسخ بدم و فعلا جواب میدم تا فردا سوالای دیگر رو بتونم جواب بدم. شما فکر میکنم رشته هنری خوندید، درسته؟ من معماری خوندم، توی دبیرستانم ریاضی فیزیک بودم. شما خیلی نازید، مرسی عزیزم، ممنون. شیرین مقدم با پدر آمارال مشکل دارن با هم دیگه. فکر میکنم از تمام لایوایی که تا الان گذاشتن متوجه شدین که با هم دیگه به مشکل خوردن، چیز جدیدی نیست. بیشتر سوالایی که پرسیدین در مورد شیرین جونه و به نظرم از خودشون بپرسین. اصالتا کجایی هستین؟ من مادرم آذری هستن، ترکای مهاجرن از شوروی سابق، پدرم هم تهرانی هن. حرف میزنی با توجه به تجربیات زندگیت یکم فکر کنیم
راستیتش تجربه‌ای که من توی زندگیم پیدا کردم، انقدر زندگی بالا پایین داره. هی موقعی که خیلی فکر میکنی خوشحالی همه چی اوکیه، زیاد به اون آدم نباید اعتماد کنه، چون یه روزی هم هستش که اون پایینه پیش میاد. حالا میتونه تو همه زمینه‌ای باشه. زندگی هیچ وقت ثابت نیست. توی ناامیدی باید امید داشته باشیم و فقط این که تو موقعی که ناامید میشیم و همه شرایط برامون سخت میشه، نباید خودمون رو گم کنیم. خودمونم یه باری رو خودمون اضافه تر بکنیم. نظرم اونجور تایم ها فقط باید به خودمون رو بگیم که برای هر مشکلی راه حلی هست و با آرامش خاطر بتونیم یه قدمی رو برداریم. چون بنز کافی مشکلات هست، حالا هم خودمون به خودمونم هی نگاتیو انرژی بدیم، این منفی بگیم الان چیکار کنم، این خودش باعث میشه ما فکر نتونیم بکنیم. سارا جو خیلی دوست دارم، خوش انرژی و باحالی. مرسی، ممنون. شما به خدا به من کامنت های خوب میدین، قشنگ میگین، منم خیلی خوشحال میشم. خیلی انرژی خوبی خیلی انرژی خوبی پیدا میکنم و امیدوارم این انرژی خوب به خودتونم برگرده. رژیم غذایی، من صبح که بیدار میشم یه کافی میخورم. مثلا اگر بدونم که معمولا یه وعده غذا میخورم در طول روز و اون مثلا میره برای ساعت 5-6 بعد از ظهر. و اگر بدونم که مثلا خیلی طول بکشه که شب مثلا با دوستام جایی قرار دارم، معمولا همون صبحونم مثلا یه تخم مرغ، 2 تا تخم مرغ میذارم با آووکادو بدون نون میخورم. ولی میوه یکی از چیزای خیلی اصلیه در طول روز منه، چون من عاشق میوه‌ام و عاشق بادوم خامم و کاری که میکنم در طول روز به طور مداوم اینه که صبح وقتی بیدار میشم به طور ناشتا توی یه لیوان آب میخورم و توی آبم همیشه یه ذره یا لیمو میچکونم یا یه قاشق سرکه ارگانیک سیب. اون چیزا رو میخورم دیگه. بعضی موقع این چای دمنوشا و یا این پودر جلبک، چی بود اون دفعه، اسپریلولا، جلبکی بود اسمش هم سخت بود نمیتونستم، اونم میخورم. دوست دارم بدونم دعوای بین شما و دختر جدی بود یا سناریو؟ باور کنین که همش جدی بود. اینطوری نبودش که ما بخوایم مثلا کسی به ما سناریویی بده و ما مثلا چیز کنیم، دعوا کنیم. نه، همش واقعی بود. بریم یه چایی بریزیم و برگردیم دوباره. خب یه آب جوش بذاریم. خب سوال بعدی، چی شد سن کم ازدواج کردین؟ خب من تو آشپزخونه‌ام آرشا نمیشنوه. چی شد من ازدواج کردم؟ پدر آرشا اولین دوست پسر زندگی من بود و ایشون شدم پدر بچه‌م. من میتونم بگم اولین کسی که طعم عشق رو باش چشیدم با همون آدمم ازدواج کردم و هیچ چیزی ندارم که بخوام این رو نگم. واقعا من موقعی که ازدواج کردم عاشق همسر سابقم بودم، ولی خب یه موقعهایی نمیشود و این رو بگم که من پدرم خانواده‌ام ناراضی بودن چون من سنم هم کم بود، ولی من خودم خیلی پافشاری کردم روی ازدواجم. خجالت نمیکشی؟ همه سینه ها افتاده بود بیرون، آخه تو مادری. من نمیدونم چرا هر اتفاقی به یه اتیکت ما چیز میچسبونه. مثلا کسی که مادره انگار مثلا نمیتونه برقصه، یا انگار مثلا کسی که مادره نمیتونه شاد باشه، یا انگار کسی که مادره نمیتونه مثلا بیرون بره با دوستاش فان داشته باشه، خوشحال باشه. نمیدونم مادر رو تو چی میبینین؟ مادر حق زندگی نداره؟ یا مثلا مادر نمیتونه یه لباسی باشه که حالا یه قسمش باز بشه؟ این هم آدم توی اروپا امریکا زندگی میکنن، فهمم این هم لباس بازی میشن یعنی که مادر نیستن، یا مثلا همه مهم شخصیت آدمه. یه سری 2 مدل لباسه، یکی از یه لباس درست باز میپوشه ولی شخصیت درستی نداره، اونو زننده نشون میدن. ولی ممکنه یه نفرم هست لباس باز بپوشه ولی شخصیت درستی داشته باشه، اون دیگه اون لباس باز زننده نمیکنه، همه چی به شخصیت آدم هست. درسته لباس پوشیدن هم چیز میکنه ولی اصل اون منش طرفه، اون رفتار اون آدمه که با اون لباس باز داره حرکات جلف انجام میده یا نه. زیباترین شهر ترکیه برای مسافرت رو به اون بگو. و جان بیشتر مسافرتایی که رفتم با یات بوده تو ترکیه، جز حالا 1-2 تا سفری که تو هتل رفتم، ولی اکثریتش توی یات بودم. و میتونم بگم که شهری که کلا رفتم چی بوده،
ازمیر، آلاچاتی چشمه، بودروم، گوجک، فتیه، مارماریس، سلیمیه، آنتالیا. فعلا اینجا رو حضور ذهنی دارم، ولی میتونم بگم که قشنگترین دریایی که رفتم و آبش انقدر قشنگ و طبیعتش خیلی بکر بود همون سمت مارماریس سلیمیه. اصلا بهشتیه، بهشت. و بهتون پیشنهاد میکنم که به نظر من جای اون پولی که بخواین به هتل بدین تکنه برین، و چون توی خود تکنه هم شف داره، غذا درست میکنن، خدمتکار هست که کارتون رو انجام بده. ولی اینکه توی اون وسط دریا، اون جای اون جزیره بکر رو مثلا صبح من بالا میشدم اردک‌ها می اومدن، چه پرنده هایی چه ماهی هایی، سیس بهش. من تنها جایی که تو جاهایی که رفتم دیدم توی ترکیه میتونم اونجا رو بگم واقعا بهشت بود. یکی پرسیده بود به خاطر رقص از شوهرت جدا شدی؟ نه عزیزم، من همسر سابقم هم از رقصیدن من خوشحال بود. میگه بخش من رقاص که نیستم که. این چه سوالاتیه میپرسی؟ رقاص نیستم، من رقص رو دوست دارم. همونجوری که همه شما ها ممکنه توی مهمونه خانوادگیتون برقصین. من نمیدونم کسی نمیرقصه، یعنی شما مثلا تو مهمونه خانوادگی میرین، عروسی میشه، نامزدی میشه، مثل دیوار که وای نمیستین که قاعدتا میرین شما میرقصین. ولی آیا میرقصین؟ ادعاتون میشه که حرفه‌ای میرقصین یا رقاصین؟ نه، میرقصین. پس هر کسی که میرقصه رقاص نیست. و چی میگن، ادعای حرفه‌ای، منم ادعایی به حرفه‌ای بودن ندارم و اینو نمیگم که رقصنده بودم. اولا که به کسایی که به طور حرفه‌ای میرقصن و خانوم هستن بهشون میگن رقصنده. به اون کسایی که به طور حرفه‌ای مرد هستن میرقصن میگن رقاص. اینو فقط به تو ذهن ما انقدر دیدیم میخوام منفی بگم و میگن طرف رقاصه. اینا رو از ذهنمون رو یه ذره فرهنگمون رو بالا ببریم و سعی کنیم اینا رو از خودمون شروع کنیم که درست تو ذهنمون جا بندازیم که بچه‌هامون هم اینا فرهنگ بینشون جا بیفته. آقارشا بستنی هم برات آوردم، بفرمایید. بسته دیگه، آیپد بسته، بشین با هم دیگه امشب مووی نایت داریم. چی میخوای ببینیم آرشا؟ ها؟ چه برنامه میخوای ببینیم؟ نمیدونم به خدا. هنوز پیدا کرده بودم، یادمه. دوست داری با مامانت میشینی فیلم میبینی؟ آره. چقدر دوست داری؟ زیاد. یه سوال ازت بپرسم، راستشو میگی؟ چیا؟ جون من، راست میگی؟ آره. برنامه زن روزو دیدی؟ 2 قسمتشو. کدوم قسمت؟ 14:01. ما این کار نمیکنه ریموت. آخرش کار کرد. خب اون قسمتی که من داشتم در تو حرف می‌زدم تو دیدی؟ نظرت چی بود؟ خوب. همین خوب بود دیگه. خوشحال بودم. برای چی خوشحال بودی؟ این آیپد زندگی بچه ها رو واقعا نابود کرده. آقاشا دیگه ساعت بستن آیپد دیگه. اوکی. دوست دارم. بچه ما بریم فیلممون رو ببینیم. نه اینو نمیبینیم. چی پس؟ اینو فقط برای چک کردن زدم. ما میریم فیلم ببینیم، حالا بعدش باتون دوباره صحبت. سلام، صبح همگی بخیر. روز من بیدار شدم و میرم پیش سانیا چون یه برنامه داره توی آموزشگاهش، قراره پیشش باشم امروز. یه پنجره بی هم نفس، یه ذره زیرتر. ایمان یاری به قلبم تو بستی، با من پیوستی، اکنون دست جورم توجه بر یار دیگر نبندم دلم را، سرشارم از آرزو و تمنا به یار زیبا.
امیدوارم که حالتون خوب باشه. من برگشتم از ایونت ثانیه‌ام. برگردیم به سوالا. یه سوالی که خیلی پرسیده بودین که لیلی چی گفته و اینا، من میخوام بگم چه حرفی به من اون روز زد، فقط به خاطر اینکه انقدر به من دایرکت داده بودن که یه سری حرف که مثلا نسبت داده بودن به اون چیز و داشت بدتر از حرفی که بهم زده بود داشت میشد، تصمیم گرفتم که این رو بگم. امیدوارم که فقط از حرفای من نیت بدی برداشت نکنین و لطفاً از این که من دارم میگم بهش هیت ندین، چون یه چیزی که بوده تموم شده رفته، بگذاریم ازش. فقط به خاطر اینکه این حرف و حدیث تموم بشه ترجیح دادم که این رو بگم. اون روز داستان اینطوری بود که ما توی اتاق میکاپ داشتیم میکاپ میکردیم و لیلی از شب قبلش خیلی ناراحت بود و سر نمره کمی که گرفته بود داشت جیغ بیغ میکرد و ناراحت بود و خلاصه توی تراس بود. حالا به مالت که اونجا من رفتم یکم بهش با حالت تون گفتم که چرا داری گریه میکنی و چرا اصلا به این حالت رسیدی، و بعد به من گفت سارا من حقم بود اینا رو. گفتم آره حقت بود، بخاطر اینکه تو نباید با این استایل نباید، یعنی توقع این که بخوای نمره بالاتر داشته باشی و اصلا نباید اینطوری جیغ بزنی، اینطوری نباید گریه بکنی، آبرومون جلوی این ترکا رفت و فلان اینا. این حرف این کانورسیشن بود و این از من اصلا ناراحت شده بود از این صحبتی که با هم داشتیم، چون اصلا لیلی تو اون شب حالت نرمالی نداشت و خیلی آنورمال داشت جیغ میزد و آنورمال داشت گریه میکرد. فرداش که من میام و که داشتم آرایش میکردم، یه میکاپ آرتیست یکم طول داشت، یعنی داشت به یکی دیگر آرایش میکرد. لیلی اصرار داشتش که بیا و دیر شد و فلان، شروع کرد داد زدن و این میکاپ آرتیستم گریهش گرفت و عصبی شده بود و اینا. بعد اینا که اومدم به هم دیگه مثلا چیز کنم، رفتم وسطشون رو گرفتم، رفتم به لیلی گفتم لیلی داری چیکار میکنی؟ چرا داری اینطوری رفتم میکنی؟ بشین سر جات، مثلا چرا از دیشب همش داری جیغ جیغ میکنی، چیز میکنی، داد میزنی؟ بعد اونجا برگشت چیز کردم، شروع کردم من فوش دادم. بعد من گرفتم نشستم گفتم بهش که من جوابشو ندم بهتره، چی بگم مثلا. بعد یادید که من ریلکسم و اینا، برگشت من گفت که خدا رو شکر خوب شد، حقت بود که خدا بچه‌تو ازت گرفت، حقت بود. اینو که برگشت من گفت، منم اصلا نفهمیدم. یهو دیدی میگن خون به مغزت نرسید، فقط یادم دستم رو مشت کردم، بلند شدم که برم به سمتش که اینو بزنم، که منو گرفتن و جلومو گرفتن و واقعا هم حس دلتنگی یک ماهی بودش که من، چون روز آخر بود دیگه، یک ماهی که من آرشا رو ندیده بودم و دلتنگیایی که بود و فشارهایی که تو اون روزا داشتیم همش با هم دیگه جمع شده و با حرف به این که خوب شد، حقت بود که خدا بچه‌تو ازت گرفت، این همش بهم یهو انقدر فشار اومده بود که وقتی نتونستم اون عصبانیتم رو خالی بکنم، پنیک اتک بهم دست داد و شروع کردم به نفس تنگی و دست و پام لرزیدن و الکل آوردن از اینا که میریختن رو دست و یه ساعت ها من واقعا به خودم نیومده بودم. نمیدونم شاید چون خودش مادر نبود نفهمید چقدر اون لحظه چیزه، ولی خب این چیزی بود که شب قبلش بهش فکر کرد و این حرفو جلوی بچهای دیگه که تاثیرات فکر میکنم حرفای فرو بود که یه سری حرف در مورد به اشتباه صحبت کرده بود شاید از زندگی قبلی من، نمیدونم، با لیلی و اینا رو نشسته بودن برخوشون حرف زده بودن و این حرف رو اونجا هم گفته بود که یه سری بچه ها بهش گفته بودن سارا رو دیدی یه وقت اینو نگی تو عصبانیت ها، که این وقتی دیده بود که نه عصبی شده، این تو ذهنش مونده بود و این رو گفتش و دل رو خلاصه شیکون. ولی بعدش اومد توی برنامه از من عذرخواهی کرد و بعدش هم که سر فینالم یه بار دیگه عذرخواهی کرد و چون عذرخواهی کرد من این همه مدت نیومدم بگم، ولی این نیستش که از دلم رفته بیرون یا مثلا بخوام بگم الان ما با هم صمیمی شدیم، نه، ولی خب ببینم سلام علیکم باش میکنم و فقط تنها دلیلی که الان اینو گفتم به خاطر اینکه خیلی داره ذهن جای دیگه میره و دلم نمیخواست بیشتر از این جاهای دیگه بره. خب این از مبحث لیلی.